همگوش و همزبان است. زبانی ناخون دم نقطی ناخونی من صداستانی ران است گر شب می نگارد گر شور می گمارد انگشتی پنجهی من هم کام و هم زبان است. بین زبان و گوشم انگشت ترجمان است. این ترجمان برایم هم گوش و هم زبان است. ترجمان برایم هم گوش و هم زبان است. در رو می کشاید در رو می فزاید نیرو شناسی رهدار ره سروری جهان است. پیدار و گفت و کردار پیدازی اشارت اوست. عروسی تیزهی لطف سرمخشی پنجگان است. احساسی در دیلالا هر کس نمیتواند خندان در آن نتامد چشمی که خون چکان است. احساسی در دیلالا چشمی خون چکان است. بین زبان و گوشم انگشت ترجمان است. این ترجمان برایم هم گوش و هم زبان است. بین زبان و گوشم انگشت ترجمان است. این ترجمان برایم هم گوش و هم زبان است. این ترجمان برایم هم گوش و هم زبان است. تشکر زیاد. راستی گپ استاد بسیار در چاره‌بینی‌های فرهنگی و در چاره‌بینی‌های مکتب اینترنت همه فعال هستند و همه وقت که امروز مدیر بخش فرهنگی ناحیه هستند کدام مسئله کدام چیزی که ما مراجعت میگیریم استاد ما رو دریغ نمیدونن و همه در کمک ما مردم هستند و اینچنین همین سرودی انگشت ترجمان است. استاد با آهنگ ماندن و استاد این یک شعری هست که بسیار مضمونش بلند است و استاد با آهنگ ماندن و امروز باز پیشکش شما کردن. تشکر زیاد استاد گرامی و دوستان گرامی از نام مرکز کودکان ناشنوای تاجیکستان از نام مرکز کودکان ناشنوای تاجیکستان برای خدمت‌های استاد یک سپاسنامه داده میشد به جلالزاده خیرین جلال مدیر بخش فرهنگ ناحیه رودکی برای اشتراک فعالان در رشد فرهنگ ناشنوایان جمهوری تاجیکستان تقدیم کرده میشد. یک قرصد میتونید رحمت زیاد. تشکر زیاد شما. تشکر زیاد استاد. تشکر.